السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سوره فاتحه چه قسم زندگی بکنیم؟ اول با احساس ایمانی توحیدی گفتیم که باید زندگی بکنیم. دوم با دعا و ثنا و طلب استعانت و طلب هدایت زندگی بکنیم. و امروز قسمت سوم است که در سوره فاتحه مناجات است. مناجات یعنی چی؟ یعنی سخن گفتن با رب العالمین، با الله سخن میگیم. با این قصد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم با استعانت و با کمک الله، با کمک تو شروع میکنم. یا الله که تو رب العالمین هستی، تو الله هستی، بغیر از تو هیچ کس مستحق طاعت و عبادت نیست. به نام تو شروع میکنم یا الله که الرحمن هستی، رحمت تو شامل و وسیع هست، نعمتهایت بر دوست و دشمنت میرسانی. پس ما بیچاره رحم از این نعمتهایی که دادی، نعمتهای دیگید که در آخرت است، از او هم نصیب بگردان. الرحیم، یا الله گپ میزنیم، مناجات میکنیم، با الله سخن میگیم. یا الله تو ذات رحیم هستی، مهربان هستی و به مؤمنین بسیار مهربان هستی. یا الله تو من هم در جمله او بنده های در روز قیامت قرار بده که مورد رحمت تو قرار میگیره، و گناه هایشان ستر میکنی، مغفرتشان میکنی، به جنتت اونا را هدایت میکنی، از عذابت اونا را نجات میدی. مناجات میکنیم که یا الله تمام حمد و ثنا و صفت، تمام صفات عالیه که در قرآن سنت بیان شده و به ذات با عظمت تو شایسته هست، یا الله او حمد و ثنا و صفت و صفات عالیه را خاص برای تو بیان میکنم که تو مستحق از این حمد هستی. یا الله تو رب العالمین هستی، تو تربیه کننده مخلوقات هستی. چه قسم از آب، مضغه، علقه، عظام، بالاخره استخوان، پوست، جسد، طفل، جوان، بزرگ، کلان، پیر، تربیه کننده تمام رب العالمین هستی، تربیه کننده تمام مخلوقات هستی. یا الله تو الرحمن هستی، رب العالمین هستی، قدرت و عظمت و جلال داری، ولی بسیار مهربان هستی و رحمتت وسعت کل شیء و رحیم هستی، رحمتت به بنده هایت میرسانی. مالک یوم الدین هستی. یا الله روز آخرت ما هیچ صلاحیتی نداریم، هیچ قدرتی نداریم، حتی پیغمبران و ملائکه و تمام مخلوقات هیچ کسی صلاحیتی ندارد. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. یا الله تو ذات هستی که در روز قیامت تمام قدرت و تمام مالکیت خاص برای تو هست. حتی مالکیت مجازی مخلوقات هیچ کسی هیچ چیزی ندارن، مالک هیچ چیز نیست. حتی حق مالک شفاعت تو هستی. یا الله تو روز شفاعت رسولت نصیب بگردان. یا الله تو روز رحمت بالای من نازل بکن. یا الله خواست را عبادت میکنم. اگر عبادت قلبی هست، قلبم به عبادت تو هست. اگر عبادت زبانی هست، زبانم به عبادت تو هست. اگر عبادت بدنی هست، یا الله تمام اعضای بدنم مطیع و فرمان بردار تو هست، به عبادت تو تسلیم است.
اگر عبادت مالی هست، تمام مالم، هر چی که دارم در راه تو، به خاطر تو، به حکم تو عبادت مالی خودم میکنم. و اگر عبادت تشریعی هست به غیر از شریعت تو، هیچ قانون از هیچ کسی را نمیپذیرم. خاص عبادت تشریعی خود، احکام تو را فقط بالای خود تطبیق میکنم، قانون کسی دیگه را قبول نمیکنم. و در زمینت اگر مرا قدرت دادی، بر زمین تو حکم تو را مطابق کتاب تو، مطابق شریعت تو تطبیق میکنم. یا الله، از هیچ کس کمک نمیخوایم، فقط از بارگاه تو کمک میخوایم. ایاک نستعین، فقط از تو استعانت میخوایم. دست کمک به هیچ کسی زبان کمک دراز نمیکنم. یا الله، فقط استعانت از تو میخوایم. یا الله، من بنده عاجزت هستم، مرا به راه راست مستقیم هدایت کن. اگر هدایت کردی یا الله به توحید و عقیده درست، مرا به این راه توفیق نصیب کردی، یا الله ده ثابت قدمی نصیب بگو که قدم ما نلغزد. انما الاعمال بالخواتیم، خاتمه ما خراب نشه. یا الله، این صراط المستقیم، راهی که صراط الذین، یا الله کسایی که تو بالا از ما انعام کردی در راهی از اونا مرا هم روان بکن. راه نبیین، راه صدیقین، راه مجاهدین، شهدا و صالحین، راه مردمان نیک، اولیاء دوستای غیر المغضوب علیهم. یا الله، مرا از فتنه او علمایی که علم دارن و عمل نمیکردن و غضب بالشان نازل شد، یا الله مرا از نجات بده. ولا الضالین. و یا الله